Merhaba sayın seyirciler. Bugün Cuma 21 Haziran 2024 İran Kum şehrindeyiz. Bugün dünya rekor sahibi İmaro Konfederasyonu üyesi Sayın Ali Nevazani'nin hizmetindeyiz. امروز در خدمت آقای نوازانی هستیم، یکی از دوستان قدیمی بنده و یکی از رکوردداران جهانی در سبک‌های ورزشی. آقای نوازانی سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای زکریا و خیلی ممنونم که ما رو دعوت کردید تو برنامه خوبتون. عزیز ما این دوستان عزیز، ما خیلی وقت علی جان رو ندیدیم. حالا ما با اسم کوچیک صداشون میکنیم. خب خیلی وقت با هم رفاقت داریم، دوستی داریم، چه در عرصه ورزش و در زندگی. خب علی جان چند سال ندیده میتون؟ فکر کنم یه 3 سالی بشه. 3 سالی باشه. آخرین بار کی بود شما رو دیدیم؟ آخرین سری که همدیگر رو ملاقات داشتیم توی شهر استانبول کشور ترکیه بود. بله. که حالا اونجا فعالیت‌های حالا ورزشی با هم دیگه داشتیم همکاری می‌کردیم. لازم به ذکر هستش که علی جان عضو کنفدراسیون بین‌المللی ایمارو هستش و نماینده این کنفدراسیون در شهر قم. علی جان یه بیوگرافی از خودتون برای ما و بیننده‌هامون بگید. حالا ما شما رو میشناسیم ولی خب بیننده‌های عزیزمون هم بتونن شما رو بهتر بشناسن. سالم باشید. عرضم به خدمتتون من علی نوازنی، متولد استان قم، عضو کوچیک از خانواده ورزش در خدمت شما هستم. عزیز مایی. خب علی جان چند سال ورزش میکنین و چند سال دارین کار رزمی رو انجام میدین؟ عرضم به خدمت شما از 5 سالگی ورزش رو شروع کردم که حالا رشته مادرم یا رشته بیسم ژیمناستیک بوده و 10 سالگی پا تو عرصه رزمی گذاشتم. تقریبا 10 سالم هست دارم به صورت حرفه‌ای فعالیت میکنم. خیلی عالی. خب علی جان یکی از سوالات مهم که همه دنبال اینن که بدونن علی نوازانی تو ورزش‌های رزمی چه ورزشی رو داره انجام میده؟ تو کدوم ورزش؟ تکواندو، کاراته، وشو؟ میشه یه توضیح به ما بدین؟ ما اول که تخصصمون و رشته رزمیمون سلاح سرد و دفاع شخصیه و در کنار اون داریم وشو، تالو و ساندو هم فعالیت میکنیم. خب علی جان در طول دوره ورزشیتون چه عناوینی رو کسب کردین؟ چه مقام‌هایی رو داشتین که بعدش هم بریم ببینیم چه رکوردایی رو شما ثبت کردین؟ سلامت باشید. عرضم به خدمتتون من چندین دوره قهرمان کشور تو رشته‌های مختلف و نایب قهرمانی آسیایی توی کشور نخجوان و چند تا قهرمانی آنلاین جهانی هم به دست آوردم. خیلی عالی. تو چه زمینه‌های کدوم رشته‌ها؟ بیشتر سبک‌ها یا رشته‌هایی که انجام دادیم تو همون بخش استایل سلاح سرد، حالا نانچیکا یا سلاح‌های مختلف بوده که تونستیم حالا مقامی کسب کنیم. خیلی عالی. خب بریم سر سوال اصلیمون از آقای نوازانی که بگیم آقای نوازانی عزیز اولین رکوردتون رو کی زدین و چی بود؟ ما در حال حاضر 3 تا رکورد به اسم ایران و به اسم استان قم ثبت کردیم که 3 تا رکوردمون در جهان به ثبت رسیده است و در سازمان جهانی ایمارو. عرضم به خدمت شما اولین رکوردی که ما ثبتش کردیم 16 کیلومتر پیاده روی با اجرای فرم نانچیکا بود. اینو ثبتش کردیم و سال 1400 بود که اولین رکوردمون ثبت کردیم و سال 1401 هم دومین رکورد رو پیش رو گذاشتیم که رکورد خودمون ارتقا دادیم تقریبا 30 کیلومتر پیاده روی به همراه حرکات مختلف نانچیکا. و رکورد سوم که اخیراً پخش شد که 1403 هم بود، ما با چشم بسته 6 ساعت و 10 دقیقه نانچیکا زدم به مسافت 30 کیلومتر. 6 ساعت و 10 دقیقه و 30 کیلومتر نانچیکا زدم که حالا در خدمتشون. خب بیننده‌های عزیزمون آقای نوازانی، حالا من توفیق بود که تو رکوردزنی اولیشون بودم. خیلی سخت بود واقعا. من به شخص خودم همراهیش میکردم، من خسته شدم. یعنی این مسافتی رو که ایشون پیاده و با اجرای فرم نانچیکا
بری بیای واقعا سخته. من به شخص خودم داشتم فقط بغلشون راه میرفتم، خسته شدم وسط راه دیگه بیخیال شدم. و اینم بهتون بگم جدا از این که رکوردهای ایشون در کنفدراسیون جهانی ایمارات ثبت شده، در ورزش‌های همگانی ایران هم به ثبت رسیده. 2 سوال سخت ازش بپرسیم و خصوصی ببینیم جواب آقای نوازانی چی هستش. علی جان، بدترین و خوبترین خاطرت از دوران ورزشیت؟ بدترین رو بخوام براتون توصیف کنم، یک روز بارونی بود که ما اجرا داشتیم توی تهران. حالا یه جای خیلی بزرگی هم بود، فضای باز بود، بارون گرفت و ما حالا سرگرم حرکت زدن شدیم و گرم کردن ورزش. چون زمین سر بود ما سر خوردیم، کتف سمت چپ هم آسیب دید و هنوز درگیر این موضوع هستیم. و بهترین خاطرم که بخوایم عرض کنم خدمت شما این بود که اولین قهرمانی آسیایی که آوردم، نایب قهرمانی آسیایی که تا سال 2017 آوردم، اون قشنگ‌ترینش. بریم یه سوال جالبتر که خیلی از بیننده‌های عزیز برای ما اینا رو کامنت کرده بودن که حتما این سوال رو بپرسیم ازشون. آقای نوازانی، حالا ماشاءالله جوونی، سن سالی هم نداری، اگه به دوران کودکیت همون 5 سالگیت برگردی آیا دوباره ورزش رو شروع میکنی؟ 100% دوباره ورزش رو شروع میکنم. همین مسیری که اومدم و دوباره همین مسیرم انجام میدم، ولی حواسمو خیلی جمع میکنم که سراغ مربیای خوب برم، مربیای بنام برم، مربیای با تجربه برم. بعضی مربی‌ها بودن حالا ضرر به ما رسوندن، حالا چه بسه جسمانی، چه بسه آمادگی، چه بسه حالا مالیش. حواسمو تو این زمینه خیلی جمع میکنم و دنبال مربیای خوبی میرم که حداقل یه رزومه خوبی داشته باشم. الان یه صحبت رو نوازنی کرد، گفت حتما میرم دنبال مربیای حرفه‌ای. ببینین این رو به خاطر داشته باشید، زمان، هزینه، پول مهمه، ولی مهمتر از اون داشتن یه مربی حرفه‌ای خوبه که مطمئن باشین شما رو حداقل 5 سال جلو میندازه و باعث میشه شما در عرصه ورزش به یک قهرمان خوب و عالی تبدیل بشید. علی جان ممنون که وقتتون رو گذاشتین، لطف کردیم. بعد از 3 سال دوباره شما رو ملاقات کردیم، توفیق بود برای ما. یکی از دوستای خوب بنده هسته تو کشور ترکیه، در کنار ما بود، داشتن تمرین میکردن و انشالله به زودی هم شاید در قسمت باشه در کشور ترکیه یا یکی از کشورهای دیگه میخوایم یه رکورد جدید و خاصی رو تو دنیا ثبت بکنیم. انشالله حالا قسمت باشه داریم رایزنی‌ها رو انجام میدیم، ببینیم علی آقام دیگه اوکی رو بدن که خیلی عالی میشه. علی جان حرف آخرت واسه جوونا، واسه کسایی که میخوان تازه وارد دنیای ورزش‌های رزمی بشن چیه؟ یعنی حرف دل تو واقعا به بچه‌ها بگو، بچه‌هایی که دارن میبینن میخوان تازه شروع کنن. درست. اول که من آرزوی سلامتی دارم برای همه دوستان، حالا هر قشری باشه، و اینکه هر جوری شده از تمرین خود دست بردار نباشن، یعنی تمرین رو هر روز مداوم انجام بدن. درسته هزینه‌های تمرین یا هزینه ورزش کردن الان خیلی شد، ولی میشه تو 1 متر جا بدون امکانات هم تمرین کرد اگر اینکه بخوام. ان شاءالله که موفق و پیروز باشم. دوستان عزیز، اسپانسر برنامه‌مون مجموعه ورزشی پیک هستش که تنها نمایندگیش در ایران و در شهر قم هستش. حالا آدرسشون هم زیرنویس بچه‌ها ان شاءالله لطف میکنن، پایین همین فیلم، همین ویدیو سطح زیرنویس میان. حالا ببینیم اگه بتونیم از اونها هم یه تخفیف خوبی واسه بچهای باشگاه و دوستانی که از طریق آقای نوازانی معرفی میشن حالا قول دادن که یک تخفیف خوبی هم به اینا بدن و ازشون متشکریم که مقابل زحمت شدن و باعث بانی ضبط این برنامه. با امید دیدار مجدد شما عزیزان.